فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998 2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی مطابق ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع فرمان می‌دهم. خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نموده‌اند ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2025 از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گراجدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگادای پاسبانی کننده سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، بتالون کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت کرده شوند. ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2025 شهروندان جنس مردی از 18 تا 27 ساله که تا روز دعوت حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند برای خدمت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گراجدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگادای پاسبانی کننده سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، بتالون کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شوند. وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان رئیسان کمیسیه‌های دعوتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه و شهر نویاها با اشتراک نمایندگان مقامات امنیت و کارهای داخلی دعوت شهروندان را از حساب انتخاب دقیق دعوت شوندگان به قشون‌های سرحدی، گواردیای ملی و قسم‌های حربی تامینات مخصوص با در نظر داشت خصوصیت‌های خاص خدمت در این واحدها و در نوبت اول پراگردانی آنها عملی نمایند. رئیسان شهر و نویاها یک جا با کمیسریات‌های حربی با مقصد عملی نمودن مقررات ماده 34 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی با درک مسئولیت براهمانند. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آمادگی و رفت دعوت شهروندان را به خدمت حربی به طور وسیع انعکاس نموده خدمت حربی را همچون وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ترغیب نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای معاینه نظارتی طبی دعوت شوندگانی که از جانب کمیسیه‌های دعوتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌ها دعوت شده اند، طبیبان و متخصصان با تجربه را سفربر نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه 29 آگوست سال 2025.